هستیم و میزبان یک سری دکتر دندان پزشک برای تجربه سفالگری. خیلی خوش اومدید. قربان شما، مرسی. من 2 سال پیش که دوره رو شرکت کردم برای اون یه جلسه‌ای که اومدم انقدر حالم خوب بود و من اون موقع توی خوزستان تو شرایط خیلی دارکی بودم. و اینو ما همه میگیم کادر درمان واقعا حالش خوب نیست. فرسودگی شغلی تو کادر درمان انقدر زیاده و همه فقط میپرسن که اینا چرا خودکشی میکنن. و هیچکی نمیگه که آقا برای حال خوب بچه‌ها ما میتونیم چه کاری انجام بدیم. حتی خودمون یه گروه مستقلی میتونه باشه که یه تجربه‌ای رو فراهم میکنه. بچه‌ها میان تجربه میکنن. بعد وقتی توی خوشی دست جمعی رو تجربه می‌کنی یه خشمی هستش که تو همه هست، اون خیلی کم میشه و واقعا من فکر می‌کنم که ما اینو توی این زمانی این مکانی تو شرایطی که هستیم تو جامعه واقعا لازمه. یه خوشی دست جمعی. اصلا خیلی از سازمان‌ها اومدن سراغ تجربه یک حال خوب به پرسنلشون هدیه میدن و به طور مثال شاید مثلا من با همکارم یه ناراحتی داشته باشم، یه چیزی باشه که همیشه میریم همون شکلی سازمان و با هم یک تعاملی داریم، ولی وقتی که یک فعالیت گروهی با هم دیگه توی یک محیط دیگه میایم انجام میدیم، کنار همدیگه میگیم، میخندیم، عکس میگیریم، حالمون خوب میشه و ضمن اینکه میتونیم یه دستسازی داشته باشیم که این برای ما به یادگار میمونه و حالا ما بعداً میتونیم اونها توی زندگی روزمره‌مون هم استفاده بکنیم. یعنی هر بار که میبینیم شاید مثلا ما از اون شرکت دقیقاً مثلا من شاید 6 ماه دیگه از این شرکت میرم ولی هر بار که اونو میبینم میگم یادش بخیر مثلا من اون سال اون روز اونجا با اون همکارام رفتم تجربه رو داشتم. سفالگری تجربهش رو شاید یه بار داشتم توی یه ریتریتی، مثلا یه بار تجربهش داشتم و خیلی دوست دارم. ایرو تو خودت معرفی میکنی؟ چند سالته؟ 37 سالمه، دندون پزشکم، کار هنری. منم فکر 2 سال پیش دوره رو اومدم ولی خب مثل مهدیست منم تو خونه چیزایی که میدیدم رو درست میکردم، پاپی ماشه درست میکردم. یه بازهای زمانی که خیلی برام شرایط دارک میشه وقتی ایده ذهنی واسه زندگی میبینی نمیشه، میگه خب مثلا یه کاری بکنم که میدونم میشه. این برای من خیلی قشنگی داره. خوش اومدین همگی. واقعا خوش اومدین همگی. فکر کن یه توپ تو دستته با دستت اینجوری فشارش بده. برو بیرا. یه چند وقت نه شماره من گوشه تو بیفته نه شماره شو. آره که این قضیه رو فراموش کنید چون نمیشه هیچ جوره این اسید توی خوشتاشه در این حالیت رو فراموشه. آره نه ببین فشارهای زیاده مثلا تو یه کاری انجام میدی بعد از طبق تصور بیمار میشه نمیشه مسئولیتی که بعدش داری این همه بی تاثیر نمیتونه. اصلا صدا زیبایی نظر ما راجع به زیبایی با اون که بیمار میگه فرق داره. اصلا جدا از این استرس مسئولیت همیشه بالا هست. همیشه به نظر چی شد بعدا چه سالا همشون هستن با اگه برش کامل که ترک کردیم هر جاش ترک حالا دیگه عادی شده واقعا من دوباره بهش بهش کردم این های واسه می‌ریزیم حالا مدیتیشن مدیتیشن یا ریزیر سفر و ریتریت و مثلا فکر کنم یه دفعه نداشته دست باشی هم دست میزنی به خاک اصلا اون محمدیان چی می‌خواد درست کنی؟ چی؟ جدا از توی کار زیبایی انگشتات لرزیده خب اجازه کار نداره که قبول قبوله؟ هر چی درست کنیم ما کله قند درست کردیم آخرش در شکل واقعا اصلا جلوی هستم مستقل کن چرا تون میری تو دقیقاً هست.
حس آرامش به نظرم تو رشته‌هایی که مثلا کار جراحی و اینا داره خیلی سخته و خودت باید از زمین آرامشی داشته باشی که بتونی خانم مهسا مال من توی اون جراحی که قرار میگیری اون آرامش همراهت باشه. واسه همین قطعا کار هنری که بهت آرامش رو داده. سال 1400 با بچه ها رفته بودیم امامزاده، رفته بودیم خونه نازلی. واقعا اون روز زندگی من عوض شد. بقیه‌اش هم نمیتونم بگم ولی حتی امروز آره اونا خیلی بیشتر به کار درمان کمک میکنه. چیزایی داریم مثلا میگیم خیلی خوب دیواره ترمیمتون نباید کمتر از 1.5 میلیمتر باشه یا دیواره باقی مانده دندونیتون اگر کمتر از 1.5 باشه شکننده میشه. اونجا رو باید ریداکتش کنید. الان ضخامت‌ها رو باید دقیق کنترل کنید. این هنوز اولیه‌شه ولی میخوایی چون جام اسماکر رو کنیم. واسه خیلی به هم رفت دارم. آره تک تک ورزش ما هنر رو دارید. یعنی توی ورزش‌های نمایشی مثل رزمی‌ها شما هنر دارید. توی خیلی‌هاشون رقص و هنر رو دارید. توی حتی فوتبال ما رقص پا داریم با توپ. یعنی انقدر این تکنیک‌ها زیبان و قشنگ لذت میبری از کورس‌ها. فقط عمق داستان رو باید متوجه بشی که داره چیکار می‌کنه. اون تعادل عصب عضله‌شون و اون چیزی که به نمایش میذارن تو تک تک ورزش‌ها واقعا داریم. تو فکر کن تو بسکتبال هنر پاس دادنه در موقعیت‌هایی که شاید 90% جامعه نمیتونن این کارو بکنن. اینا همشون واقعا ترکیبی از هنر و هماهنگی اعصاب و عضله و ذهن و آرامشه. در اون لحظه آرامشه. یعنی فردی که میتونه توی اون حجم از فشار آرامش خودش رو حفظ کنه و خلق اثر هنری کنه. حالا از نوع ورزشیش داریم ما. بپرس ببین چیه اون درست کرده هانان؟ شبیه اسکلته؟ ماره هانا رو دیدین؟ من به نظرم میتونیم راجع به این صحبت کنیم که چقدر این فعالیت واسه بچه‌ها خوبه. 100% ما کودک درون مگه نداریم؟ نه کودک درون تو رو کاری ندارم. بچه‌ها رو میگم. اون که چی ولی تو هم همینی که همین میشه درون داریم. مهم زنده نگه داشتن. آره راست میگی. من چرا دارم دندون‌های این قوله رو اینقدر خوشگل در میارم؟ قشنگ لاین انگلاشو دارم در میارم. وای چقدر مال تو خفن شد محمد. هنوز هیچی نشده که. یه دندون داره. خیلی مسخره شد. نگاش کن. خیلی خوبه. خیلی خفن شد. اینها. تو دندون واقعا دندون خوب در آورد محمد. واقعا. نمیذاری. این مال من قراره شبیه اسکلت. من از یه سنی به بعد یاد گرفتم کمک بگیرم از آدما. من هنوز اینو یاد نگرفتم. نه من خیلی کمک میگیرم. نه. آره بابا. خیلی بیش از حدم جدیدن دارم کمک. یعنی احساس ضعف میکنم اگه این کارو بکنم یا نه خیلی اینقدر حال میده. بعد میدونی که کمک گرفتن این شکلیه که تو باید درخواست کنی از آدما. بله. اگه من درخواست نکنم بیاد که واقعا دعوامون میشه. تو باشگاه بعد از فوتبالشون و اینا که تموم شد پدرها داشتن بازی میکردن گروه موبین و رفقا موبایلا و چیزاشون رو شبکه کردن و دیگه رفتن 1.5 ساعت تو گوشیاشون دوباره و کاری که روتین دارن هر روز انجام میدن. تو الان موافقی اینجا حال میده؟ موبین؟ آره موبین؟ آره یعنی بعضی کارهای بدون موبایل هم خیلی خوبه نه؟ نه جدی موافقی؟ به بقیه دوستات چی میگی؟ آره راست میگی. از تجربه چی میگی؟ اقتدا میکنیم. هنوز فکر نکردی. ولی به نظر من که این فعالیت‌ها رو باید بیشتر کنیم. بیشتر کنیم. بله. ما که کلا تو کوچه بودیم. آفرین. منم همینطوری. پشت بوم خونه من سرم شکست انتا بخیه خوردم. ولی این نسل باید به نظر من کار دستو انجام بده. خیلی. بعد اصلا قبول داری انقدر که الان یعنی جامعه مرد سالاره ها. جامعه مرد سالار نیست. جامعه مرد سالار میدونی به موفقیت تحصیلی به مادیات بها میده. خب وقتی پای پول وسط نباشه یا اچیومنت نباشه دستاورد نباشه شاید اصلا براش معنی نداشته باشه بخواد یه همچین کاری رو انجام بده. میدونی یون میگه که یعنی همه آدما ترکیبی از زن و مردن.
به نظر من ساختن یه حرکت زمینه آفرین، است. چه جمله خوبی. بله. تکبیر.